سلام بچه، حالتون چطوره؟ آقا ما شروع کردیم کتابو فصل اول. اگه تازه منو پیدا کردی خب خیلی خوش اومدی عزیز دلم. آقا این قسمت فصل یه ذره اعصاب خورد کنه، یعنی آدم به ذره جونش در میاد تا اینو بخونه. چرا؟ چون قاتل و جنایتکارایی میبینیم که اصلا قبول ندارن که جنایتکارن و کار بدی کردن، میگن نه ما مهربونیم. خب آقا ما با یه آقای کرولی باید شروع کنیم. اولین مثالمون آقای کرولیه که یکی از قاتل‌ها و جنایتکارا بوده که 150 تا پلیس میریزن اینو دستگیرش میکنن و توی خونش نامه پیدا میکنن. چون نامه چی نوشته باشه خوبه. نوشته که حالا یه سری چیزا نوشته آقا در زیر یقه چپ کت من دلی خسته اما مهربان هنوز میتپد، دلی که هرگز به قصد آزار دیگران نتپیده است. حالا برگردیم به چند روز قبل این واقعه. این آقای کرولی و دوست دخترش با هم دیگه توی ماشین بودن و یه پلیس از اونجا رد میشه و اینا رو میبینه و بهش میگه که آقا گواهینامه‌تو میدی ببینم. کرولی هم میاد گواهینامه‌شو برداره، یه تفنگشو در میاره و به اون پلیس چندین بار شلیک میکنه و بعدش از ماشینش پیاده میشه و یه شلیک هم به مغزش میکنه. و این همچنان آدم مهربونیه ها، اصلا به قصد آزارم با کسی کاری نداره، خیلی مهربونه بچه، خیلی. و وقتی که میخواستن اعدامش کنن با صندلی الکتریکی، خب فکر میکنید که خب لابد گفته که این سزای کسیه که مردمو میکشه؟ نه، اینو نگفته. گفته اینه نتیجه دفاع از خودم. و مردم شکلی بودن که چی میگی؟ و این اصلا این آدم اصلا خودش مقصر نمیدونست. شاید براتون جالب باشه ولی تقریبا همه جنایتکارا همچین عقیده ای دارن که اونا مقصر نیستن و خیلی آدمای خوبی هن و اشتباهی افتادن زندان. بذارید براتون این متن رو بخونم. بهترین سالهای زندگی من صرف برخوردار کردن مردم از لذت‌های لطیف و شیرین شد. سعی من این بود که اون اوقات خوشی رو بگذرونن، اما اون چیزی که توی این رابطه نصیبم میشد طعن و لعن و نازسزاهاییه که میشنوم و بدتر از اون تحت تعقیبم دائما. آخه این کیه؟ این الکاپونه، دشمن شماره 1 آمریکا. میبینی چقدر خوب نوشته؟ من دارم خدمت میکنم به مردم. چی فکر کردی؟ فکر کردی من جنایتکارم؟ نه خیلی، من دارم خدمت میکنم. خیلی با من بد رفتار میکنن، میبینی؟ آره بچه، این از قسمت 1 فصل 1. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.